خب الان که با درآمد مدرسی آشنا شدیم، بریم ببینیم چجوری میتونیم حالا آموزشامون رو سرفصل بندی کنیم و بعد اونا رو آماده ضبط بکنیم. همونطور که می‌دونید هر شغلی متفاوته. من نمیتونم حالا یک فرمولی رو بهتون بگم مثلا این کار بکنین، این کار بکنین. چیزیه که باید خودتون در واقع سر در بیارین. هر آموزشی با توجه به تخصصی که دارین باید فکر بکنین مثلا از مرحله اول چه اقداماتی باید صورت بگیره، چه کارهایی باید انجام بدین. باید خودتون رو سعی کنین بذارین جای هنرجو، جای اون کارآموزی که میخواد آموزش شما رو تهیه کنه. از مرحله صفر فرض کنید هیچی از کار شما نمیدونه، هیچ اصطلاحاتی رو بلد نیست، نمیدونه مثلا سرمایه لازمش چقدره. حالا اینا رو بهتون توضیح میدم. اولین ویدیویی که باید از خودتون ضبط کنین معرفی دوره است که حالا توی معرفی دوره که معمولاً همون صفحه اول در واقع دوره‌تون نمایش داده میشه، خودتون رو معرفی میکنین، میگین مثلا اسم من فلانیه، مثلا اسم من حسین مهدویانه. حالا از تحصیلاتتون اگر دوست داشتین میتونین بگین مثلا فارغ التحصیل رشته انیمیشن از دانشگاه فودسیل، مثلا حدود مثلا 15 سال سابقه تدریس دارم یا سابقه مثلا ساخت انیمیشن دارم. حالا این دارم درباره کار خودم میگم، حالا هر کسی با توجه به کاری که داره انجام میده متفاوته. سوابق کاریتون بگین، مثلا گفتم 15 سال سابقه تدریس دارم یا سابقه ساخت مثلا انیمیشن دارم. توی بک‌گراندتون مثلا سوابقی که انجام دادین، کاری که انجام دادین خیلی کوتاه، نمیخواد مثلا همه کاراتون رو بذارین. 2-3 تا از بهتریناشو مثلا در حد چند ثانیه، مثلا اگر حالا کابینت سازی انجام میدین، کابینتایی که حالا قبلا نصب کردین، یه چند تا از عکس‌هاشو مثلا میتونین همینجوری که دارین صحبت میکنین توی بک‌گراند بذارین. افتخاراتی که مثلا کسب کردین، اگر افتخاری کسب کردین، نمونه کاراتون رو نشون بدین. هم باز گفتم مثلا 30 ثانیه‌شو میتونین حالا درباره خودتون و در واقع سوابق و افتخارات و نمونه کاراتون بگین. حالا بین مثلا 30 تا حالا 1 دقیقه. حالا بهترینش اینه که معرفی دوره خیلی کوتاه باشه، یعنی زیاد مردم حوصله ندارن بخوان. طولانی اگه باشه مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه زیاده. نهایتا 1 تا 2 دقیقه، یعنی حداکثر معرفی دوره باید 2 دقیقه باشه. بعدش مثلا حالا توی به صورت حالا فست فوروارد میتونین چیزایی که توی دوره‌تون تدریس کردین رو بیارین مثلا به صورت دوره تون نشون بدین و خودتون هم روش صدا بذارین، بگین مثلا توی این دوره اینا رو یاد میگیریم، این کارا رو انجام میدیم، این کارا رو انجام میدیم. و چیزایی که حالا قراره بهشون آموزش بدین رو بگین و در نهایت اونا رو دعوت به عمل کنین. مثلا خب مثلا من شما رو توی دوره میبینم، یا مثلا شما رو توی فصل اول دوره میبینم. از این صحبت‌ها، حالا اینا بهش میگن دعوت به عمل یا کال تو اکشن، که حالا از هر چیزی میتونین استفاده بکنین. باید خلاقیت کم نشون بدین و یه دعوت به عملی قولن انتهای ویدیوتون انجام بدین که بعدش مثلا بیان دوره شما رو تهیه کنن. خب این شد یک ویدیو. این ویدیو رو که حالا به عنوان معرفی دوره ضبط میکنین، حتما سعی کنین چهره خودتون رو نشون بدین. حالا اگر خانم هستین سعی کنین حجاب هم رعایت کنین، چون که حالا این قراره توی وزارت ارشاد در واقع ثبت بشه دوراتون، و اگر به حساب بدون حجاب باشین ممکنه که براتون ثبت نکنن و کلا از حمایت‌های قانونی وزارت ارشاد بی بهره بشین. این از این قسمت. توی حالا ویدیو دوم اینا رو حالا ما به صورت رایگان میذاریم، یعنی معرفی وسایل و تجهیزات مورد نیاز رو توی سایت به صورت رایگان میذاریم که حالا کسی که میان قبل از اینکه بخوان دوره تهیه کنن اینا رو پلی بکنن و ببینن مثلا چه وسایلی لازم داره. حالا مثلا شغل شما فرض کنین مثلا نجار هستین، همینجور که میبینیم مثلا
گونیا لازم داریم، اره لازم داریم، نمیدونم فرض کنین دستگاه برش لازم داریم. این تجهیزاتی که لازم هست رو برای کارتون توضیح بدین و فیلم بگیرین و در نهایت مثلا بگین مثلا چقدر سرمایه لازم داره. اگه من بخوام همه اینا رو تهیه کنم، حالا با توجه به قیمتی که الان داره توی بازار، میتونین توی دیجیکالا سایت دیگه سرچ کنین ببینین مثلا این چه قیمتی داره و جمع ببندین. مثلا بگین جمعش مثلا میگم 10 میلیونه یا 2 میلیونه، یا اگر مثلا کار نرم افزاری انجام بدین و سرمایه آنچنانی لازم نداره، میتونین سرمایه صفر رو در نظر بگیرین. یعنی میگم با توجه به شغلی که انجام میدین متفاوته. اینم از این. حالا این قسمت معرفی وسایل و تجهیزات مورد نیاز که اونم باز گفتم به صورت رایگان قرار میدیم. یکی دو درس هم سعی کنیم به صورت مجانی قرار بدیم. مثلا حالا میتونه درس اول باشه، میتونه از درس‌های مثلا پایانی باشه، هر چیزی که خودتون مد نظرتون. حالا توی سایت امکان این وجود داره که بتونین به صورت مجانی اینو به صورت مجانی قرار بدین، تیکشو میزنین و مجانی میشه که حالا در جلسات آینده بهتون آموزش میدم. چون دلیلش اینه که شما یه مدرس جدید هستین، هنوز شناخته شده نیستین، مردم شما رو نمیشناسن، با روش تدریستون آشنا نیستن. باید حتما یه نمونه تدریستون رو ببینن که ببینم مثلا شما چجوری درس میدین، آیا روان درس میدین، میفهمن از چیزی که شما دارین درس میدین یا اینکه خیر. اگه نمونه که قرار دادین خوششون بیاد، مطمئنا توی دوره جامعتون شرکت میکنن و این قرار دادن درس ها به صورت مجانی باعث بشه یه حس اعتماد به وجود بیاد که باعث بشه که مثلا در نهایت توی دوره جامعتون شرکت کنن. و سعی کنین که تعداد سرفصلی که حالا میخواین آموزش بدین رو زیاد کنین. مثلا فرض کنین حالا آموزش خیاطی رو مثال میزنم، نه این همه شو توی یه فصل بذارین، حالا توی یه ویدیو بذارین. مثلا ویدیو 5-6 ساعتی بشه، خیلی حجیم بشه، خیلی سنگین بشه. سعی کنین اونا رو تیکه تیکه کنین. مثلا بیاین سرفصل بندی بکنین برای خودتون، فکرش بکنین از اولش که مثلا اندازه‌گیریه، مثلا اندازه‌گیری مدله، یا اون تجهیزات و اینا رو توضیح دادیم. اندازه‌گیری مدل رو مثلا توی یک ویدیو بذارین. نمیدونم نحوه این که چجوری الگو بذاریم، الگو در واقع در بیاریم، این مثلا میشه توی یک ویدیو. مثلا برشش توی یه ویدیو میشه. اگر اتو لازم داره اتو زنیش مثلا توی یک ویدیو میشه. نمیدونم سردوز زدن، دوخت و همه این صحبتات توی ویدیوهای مختلف قرار بدین و برای خودتون سرفصل بنویسین. یعنی از همون اولش که شما دارین آماده میکنین خودتون رو که ویدیو از خودتون ضبط کنین، باید فکر کنین ببینید مثلا از مرحله اول چه اقداماتی باید صورت بگیره. همونطور که گفتم خودتون رو باید بذارین مثلا جاپای یک آدم مبتدی، واقعا آدمی که هیچ چیزی از شغل شما نمیدونه، از صفر میخواد اینو آموزش بده. تمام نکات، تمام قلق‌ها و چیزایی که لازمه رو سعی کنین توضیح بدین. فوت و کوزه‌گری به اصطلاح توضیح بدین. نگین مثلا نه دیگه من اینو نباید آموزش بدم، این اگر آموزش بدم دیگه مثلا رقیب من میشه. از این صحبت ها نیست. یعنی از شما یاد نگیره، میره از یه نفر دیگه یاد میگیره. یعنی ذهنتون رو در واقع محدود نکنین که بگین حالا اینو اگر یاد بدم دیگه کل ایران پخش میشه، دیگه من بیکار میمونم و نمیدونم دیگه مثلا پروژه به من نمیدن. اینجوری نیست. هرچی شما دورتون کاملتر باشه، جامعتر باشه، خب مسلما امتیازی که میگیرین بیشتر میشه. خب به طبع کسایی که میخوان دورات شما رو بخرن امتیازها رو نگاه میکنن و اگر امتیاز پایینی داشته باشین خود دیگه از شما خرید نمیکنه. ولی خب وقتی همه چیز رو کامل توضیح بدین، همه چیز رو جامع توضیح بدین و به اصطلاح فوت کوزه‌گری هم توضیح بدین، هم دورتون جامع میشه، هم به پشتیبانی کمتری نیازه. یعنی تمام سوالای هنرجو رو جواب دادین، دیگه سوالی نمیمونه که بخواد از شما بپرسه. پس تا جایی که میتونین آموزش ها رو
کامل و جامع توضیح بدین که وقتی مثلا حالا کاربر میاد وارد سایت میشه و دوره شما رو نگاه میکنه بگه مثلا واو چقدر آموزش کامل جامع، که این کلمه واو باعث میشه که خودش به قول معروف باعث شه به خرید منجر بشه. سعی نکنید که حالا ویدیو رو خیلی کوتاه بذارین. مثلا حالا گفتم تعداد سرفصل‌ها رو زیاد کنید، ولی اینکه ببین مثلا حالا یه دقیقه انجام بدین، اینجوری نباشه، چون مثلا اعصابش خورد میشه، میگه این چرا مثلا یه دقیقه اومده گذاشته. حالا دیگه حداقلش 5 دقیقه مثلا باشه. حالا اگر سرفصل دارین می‌نویسین، از این قسمت تا این قسمت دارین مثلا توضیح میدین، خودتون پیش بینی کنین که این مثلا 5 دقیقه طول میکشه. حالا میتونین هم وارد آموزش بشین، همه مراحل رو توضیح بدین و آخر کار بیاین سرفصل بندی کنین. حالا اینو به حساب بهتون توضیح میدم. و اینکه میگم تعداد سرفصل‌ها رو زیاد کنین، به این معنی نیست که زیاد گویی بکنین، یعنی یه چیزی رو چند بار تکرار کردن یا تایم در واقع ویدیوها رو طولانی تر کردن هم باز درست نیست، چون که مردم این روزا مثلا فرصت ندارن، میخوان که برن سر اصل مطلب. یعنی سعی نکنین خیلی حالا صحبت کنین و بقولن تئوری صحبت کنین، برین وارد عمل بشین و اون آموزش رو تو عمل بهشون توضیح بدین. حالا مثلا برای که متوجه بشین، من وارد سایت میشی میشم. مثلا این آموزش خیاطیه که مال پدرمه، خودشون 30 سال در واقع سابقه خیاطی دارن و اینجا ما اومدیم در واقع معرفی دوره رو گذاشتیم که اینو اگه پلیش کنیم میتونین معرفی دوره رو ببینین. اینجا هم حالا درباره خود دوره است، توضیحات دادیم و اینا، چه چیزایی یاد میگیرین. مثلا داخل این قسمت، این سمت چپ هم مثلا الزاماتی که باید داشته باشه مثلا برای یادگیری این دوره. مثلا باید شما چرخ خیاطی و نحوه کار کردن با چرخ خیاطی و چرخ سردوز رو بلد باشین، یا مثلا مخاطبانتون کیا هستن، کسی که به خیاطی علاقه‌منده. حالا اینا چجوری وارد سایت بکنین رو توی جلسات آینده بهتون توضیح میدم، ولی خب اینجا هدف سرفصل بندی بود. مثلا اینجا مقدمه اینا رو مثلا فصل اول رو ما رایگان گذاشتیم که معرفی دوره، طریق اندازه‌گیری و سایز مدل و وسایل مورد نیاز در واقع خیاطیه. اینجا مثلا اندازه‌گیری و برش شلوار خدمتتون که عرض کنم، سردوزی مثلا باز دوخت و اتوکشی شلواره. می‌بینین که چقدر تعداد در واقع درس‌ها زیاده و توضیح دادیم که توی هر مرحله مثلا چه کاری انجام بدیم، نصب غزل و مثلا دوخت شلوار به یکدیگر، اندازه‌گیری و مثلا برش پیراهن، دوخت مثلا پیراهن. می‌بینین وقتی سرفصل‌ها رو باز می‌کنیم، حالا کسی که به عنوان هنرجو بخواد بیاد توی این دوره شرکت کنه، میگه مثلا چقدر کامله و همه چیزو جامع و کامل توضیح داده. پس این نکات رو مد نظر داشته باشین برای در واقع سرفصل بندی. بعد از اینکه حالا سرفصل‌ها رو روی کاغذ نوشتین، توی مرحله بعد شروع به فیلم برداری می‌کنیم، ولی قبلش تجهیزاتی که حالا نیاز حداقل تجهیزاتی که برای فیلم برداری لازمه رو توی جلسه آینده بهتون توضیح میدم.